کتاب 23 سال، نویسنده علی دشتی. فصل 5، پس از محمد. بخش اول، خلافت یا سودای ریاست. در اوایل سال 11 هجری ستاره‌ای خاموش شد، ستاره‌ای که تقریباً 23 سال قبل در آسمان قومیت عرب درخشیدن گرفته بود. از همان ساعت نخستین غوغایی برخاست. هنوز جسد پیغمبر اسلام سرد نشده بود که فریاد منا امیر و منکم امیر در سقیفه بنی ساعده بلند شد و سودای ریاست خون مهاجر و انصار را به جوش آورد. اگر نیک بنگریم، تاریخ اسلام جز تاریخ رسیدن به قدرت نیست. تلاش مستمری است که ریاست طلبان در راه وصول به امارت و سلطنت به کار بسته‌اند و دیانت اسلام وسیله بوده است، نه هدف. در 13 سال میان بعثت و هجرت، دعوت حضرت صرفاً روحانی است. آیات قرآنی در این دوره همه وعظ است و ارشاد و خواندن مردم به نیکی و اجتناب از زشتی و پلیدی. اما از همان اوایل هجرت دعوت روحانی کمرنگ شده و جای آن احکام و شرایعی پدید آمده تا مسلمین را در راه مبارزه با مخالفان نیرو بخشند و بنیان یک واحد سیاسی و قومی ریخته شود و چنین نیز شده. پیشامدهای مساعد گرایش به ایجاد جامعه‌ای نوین و تشکیل یک دولت اسلامی را ممکن ساخت. با همه تفاوتی که میان دو دوره مکه و مدینه هست، چه از حیث مطالب قرآنی و چه از جنبه روش و کردار حضرت محمد، یک امر هیچگاه فراموش نشد و آن پایه‌گذاری اسلام بود که در زیر پرچم آن دولتی به وجود آمد. نشر دیانت اسلام محوری بود که تمام تدابیر و اقدامات حضرت برگرد آن میچرخید، حتی به کار انداختن شدت و عنف، قتل‌های سیاسی و خونریزی‌هایی که ظاهراً مجوز شرعی و اخلاقی نداشت. اما پس از رحلت حضرت رسول محور تغییر کرده، به جای دیانت وصول به امارت نقطه محوری گردید. نهایت چون علت موجده این دستگاه تازه دیانت اسلام بود، طبعاً آن علت بایستی علت مبقیه نیز باشد. به عبارت ساده‌تر، چون امارت و سیادت از راه دیانت حاصل شده بود، نمی بایست سستی و مسامحه‌ای به اصول آن راه یابد. از همین روی در 12 سال و اندی ایام خلافت ابوبکر و عمر پیروی از اصول اسلام و سنت رسول الله دقیقاً صورت گرفت. ولی هر قدر از زمان رحلت رسول اکرم دورتر می شویم، دیانت از هدف به وسیله مبدل می شود، آن هم وسیله او برای وصول به امارت و ریاست. بیدرنگ پس از رحلت حضرت رسول، سعد بن عباده در مقام به دست آوردن ریاست جامعه مسلمین برآمد. عمر با یک ضرب شست ماهرانه ابوبکر را به مسند خلافت نشاند و سعد بن عباده را به خاک هلاکت افکند. ابوبکر پس از 2 سال و اندی خلافت، وام خود را به عمر ادا کرده و او را برای جانشینی پیغمبر نامزد و بر انتخابش بدین مقام توصیه کرد. عمر در بستر مرگ شورای 6 نفری را برای تعیین خلیفه معین کرد، ولی عملاً عبدالرحمن بن عوف خلیفه را برگزید. قتل عثمان، بیعت با علی بن ابی طالب و 3 جنگ صفین و جمل و نهروان در طول 5 سال خلافت او، دسایس عمرو و عاص و معاویه و پیدایش خلافت اموی، فاجعه کربلا، هتک حرمت کعبه برای دست یافتن بر عبدالله بن زبیر، دعوت بنی هاشم و سقوط دولت بنی امیه، روی کار آمدن عباسیان، نهضت فاطمیان در مغرب، حرکت انقلابی اسماعیلیان و حوادثی که تا استیلای هولاکو بر بغداد روی داد، همه علامات تبی است که بر مزاج عرب مستولی شده بود. تب امارت و رسیدن به قدرت، اما زیر عنوان جانشینی پیغمبر. جانشینی پیغمبر، دستگاهی که به نیروی روح محمد و به مدد آیات قرآنی پدید آمده بود، پس از رحلت او چگونه باید بچرخد؟ آیا پیغمبر میبایستی جانشین خود را معین کند و با این عمل تکلیف جامعه جدید الاحداث مسلمین را روشن سازد، یا صحابه پیغمبر با نوعی توافق و تبانی پس از پیغمبر جانشین او را برگزینند؟ آیا همانطور که رسالت ودیعه است خدایی، امامت و پیشوایی مسلمین نیز میباید از این خصوصیت بهره‌مند باشد؟ آیا اگر پیغمبر بنا بود جانشینی معین کند، چه کسی را به جانشینی خود برمیگزید؟ آیا داماد و پسرعمو و متشخص ترین فرد خاندان بنی هاشم را معین میکرد که از کودکی در دامان وی پرورش یافته و نخستین مردی است که بدو ایمان آورده و بازوی تیغزن وی در راه ترویج اسلام به کار افتاده و در حفظ و حراست او به جان کوشیده است؟
یا این قرعه به پیرمرد محترمی اصابت می‌کرد که از همان فجر دعوت اسلام بدو ایمان آورده و از این راه شأن و اعتباری به اسلام داده و هنگام فرار از مکه با وی همقدم و یار غار بوده و پیوسته صدیقی وفادار و مؤمنی پایدار مانده و دختر زیبای خود را به عقد وی درآورده است، یا اینکه نظر او به مرد قوی الاراده و با تدبیر و سیاستدار و حامی تزلزل ناپذیر دیانت اسلام چون عمر بن خطاب متوجه میشد، اساساً آیا حضرت رسول در مقام تعیین جانشینی برای خود بوده است؟ در این صورت آثاری از این قصد در حوادث 10 ساله هجرت دیده نمی شود. چرا؟ چگونه می شود تصور کرد مردی به فراست و تدبیر و دوراندیشی حضرت رسول، مردی که از صفر آغاز کرده چنین دستگاهی را از هیچ به وجود آورده است، در چنین امر خطیری غفلت کند؟ مردی که در روزهای اخیر زندگانی گفته است در جزیره العرب نباید 2 دیانت وجود داشته باشد، یعنی قومیت عرب با دیانت اسلام باید یکی باشد، چگونه ممکن است سرنوشت دولت جدید الاحداث را به دست تصادف و اتفاق بسپارد؟ سوالات بیشماری از این قبیل در ذهن نقش می‌بندد که نمی‌توان جوابهای صریح و قاطع بدان داد و هرچه گفته شود از صورت فرض و احتمال بیرون نیست. منشأ بسیاری از اختلافات و آشفتگی‌هایی که در تاریخ دیانت اسلام دیده می‌شود از اینجا سرچشمه می‌گیرد. ظاهراً حضرت رسول به شکل قطعی و صریح در مقام حل این مشکل بر نیامده و جانشین برای خیشتن معین نکرده است. قصه قدیر خم که در بازگشت از حجة الوداع صورت گرفته و حضرت رسول فرموده است من کنت مولاه و هذا علی مولاه و شیعیان آن را دلیل نسب علی بر خلافت می‌دانند، مورد قبول اهل سنت نیست و اگر هم وقوع آن را قبول کنند آن را دلیل بر خلافت علی نمی‌دانند، بلکه به رأی آنان این فرمایش رسول ستایشی است از خدمات علی ابن ابی طالب در راه پیشرفت اسلام و همه بدان اذعان دارند. ولی اگر بخواهیم آن را قرینه‌ای بر نسب علی به خلافت بگیریم، قرینه دیگر نیز وجود دارد دال بر تعیین ابوبکر به خلافت، چرا که در هنگام شدت مرض حضرت رسول ابوبکر را مأمور کرد به جای وی به مسجد رفته بر مردم نماز گزارد. اهل سنت رأی ظاهراً آراسته و موجه در باب خلافت دارند که مباین مبادی شیعیان است. میگویند به مفاد آیه الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی، حضرت محمد رسالت خود را انجام داده و تکالیف مسلمین را در قرآن مقرر فرموده است. پس نقصی در شریعت اسلامی وجود ندارد تا نیازی به جانشین باشد، بلکه کافی است شخصی بر مسند ریاست مسلمین قرار گیرد که در اجرای احکام قرآن جدی بوده و از رفتار و کردار پیغمبر پیروی کند. پس صحابه می توانند کسی را به خلافت برگزینند که اهلیت اداره امور مسلمین را مطابق قرآن و سنت رسول داشته باشد. این رأی ظاهراً موجه سنیان از قبیل تعلیل بعد از وقوع است، یعنی از حوادث دوران خلافت راشدین تنظیم شده است، ولی سیر در تاریخ خلافت اسلامی به شکل روشن و خدشه‌ناپذیری خلاف آن را نشان داده است. قضایای سقیفه بنی ساعده نشان می‌دهد که شوق رسیدن به ریاست بر نفوس حکومت می‌کرد، نه فکر پیدا کردن جانشین که امور مسلمین را مطابق 2 اصل قرآن و سنت اجرا کند. در آنجا هر یک از مهاجر و انصار در مقام اثبات اولویت خود به خلافت بودند، آن هم از راه قرابت و یاری پیغمبر. تازه در این نخستین اجتماع سران که سرنوشت خلافت معین میشد، هیچ یک از بنی هاشم چون علی ابن ابی طالب و عباس ابن عبدالمطلب یعنی نزدیکترین منسوبان پیغمبر حضور نداشتند. طلحه و زبیر که در اعداد ابوبکر و عمر جزء عشره مبشره بودند، در خانه علی مشغول کار غسل و مقدمات دفن پیغمبر بودند. وقتی خبر سقیفه به علی رسید و از اجتماع طرفین مطلع شد و شنید که قریش به این دلیل بر انصار فایق آمدند که خیشتن را شجره رسول الله خواندند، فرمود احتجوا بالشجره و اضاعوا الثمره، یعنی خود را از شجره رسول دانسته ولی میوه شجره را فراموش کرده اند. زبیر بن العوام از شنیدن جریان امر در سقیفه بنی ساعده به خشم آمد و فریاد زد شمشیر را در نیام نگذارم تا برای علی بیعت بگیرم. ابو سفیان گفت ای پسران عبدمناف، گرد و خاکی برخاسته است که با سخن خوش نمیتوان آن را فرو نشاند. چرا ابوبکر به کار شما دست اندازد؟ از عباس و علی خوارتر و ضعیفتر نیافته اند که خلافت را در پایین ترین تیره های قریش گذاشته اند؟ پس از آن روی به علی کرده و گفت دستت را دراز کن تا با تو بیعت کنم و اگر بخواهی مدینه را از سوار و پیاده پر می کنم.
و حضرت علی از قبول بیعت امتناع کرد، گویی جز علی ابن ابی طالب که خلوص و صداقت او به پیغمبر و اساس اسلام از مرز عادات و اخلاق دوره جاهلیت در گذشته بود، سایرین همه به دنبال ریاست بودند. بدین مناسبت قضیه ای را که هم در تاریخ طبری و هم در سیره ابن هشام آمده در تایید این رأی می آوریم. علی در روز آخر بیماری پیغمبر از خانه او بیرون آمد، مردم دور وی را گرفتند و از حال حضرت جویا شدند. علی گفت بارئا بحمدالله، یعنی شکر خدای را که خوب است. عباس ابن عبدالمطلب او را به کناری کشید و گفت من حضرت رسول را رفتنی میبینم. تمام آن آثاری را که بنی عبدالمطلب در هنگام مرگ بر چهره داشتند در چهره او مشاهده کردم. برگرد و نزد پیغمبر برو و بپرس پس از او کار با که خواهد بود. اگر امر جانشینی با ماست آگاه شویم و اگر به دیگران تعلق دارد دستور دهد و ما را توصیه کند. علی گفت من هرگز چنین سوالی نکنم، زیرا اگر از ما دریغ کرد هیچ کس دیگر به ما روی نخواهد آورد. امری که نمیتوان انکار کرد این است که خلافت دو خلیفه اول و دوم به خوبی گذشت. کیفیت رسیدن آن دو به خلافت هرچه باشد و هر قدر این شبهه وجود داشته باشد که اجماع صحابه حاصل نشده است، اما لااقل این اصل به خوبی جریان داشت که از کتاب الله و سنت رسول الله انحرافی روی نداد و هر دو خلیفه پاک و پاکیزه از آب درآمدند. با آنکه علی ابن ابی طالب شاخصترین مدعیان خلافت در بیعت با ابوبکر 6 ماه تأخیر کرد، در بیعت با عمر چنین امتناع یا تردیدی از وی نقل نکرده اند. ولی درباره خلیفه سوم امر چنین نیست و انحراف از روش سیومین زیاد روی داد، به حدی که عالم اسلام را به طغیان و سرکشی کشانید. بر حسب ظاهر انتصاب عثمان بیشتر جنبه دموکراسی داشت و بیشتر متکی به افکار عمومی مسلمین بود، زیرا عمر 6 نفر را معین کرد که از بین خود خلیفه انتخاب کند و آن 6 نفر عبارت بودند از علی، عثمان، طلحه، زبیر، سعد بن ابی وقاص و عبدالرحمن بن عوف. درست است که عبدالرحمن با عثمان بیعت کرد و سایرین بیعت کردند، ولی این امر بعد از آن بود که علی پیشنهاد او را نپذیرفت و عثمان پذیرفت. عبدالرحمن در ظرف 3 روز نوعی رفراندوم و مراجعه به افکار عمومی کرده بود. مع ذالک انحراف از سنت رسول الله در دوران همین خلیفه روی داد که به اجماع امت خلیفه شده بود و تخطی او را از سنن تا 25 فقره برشمرده اند. این تجاوز از حدود سنن همه در نتیجه مطامع خاندان عثمان و حرص رسیدن به مقام روی داده است. عثمان مردی محجوب و در مقابل خواهش اقوام ضعیف بود و از این حیث نقطه مقابل عمر قرار داشت و حتی نصایح و راهنمایی صحابه کبار در وی اثر نکرد. خلیفه‌ای که انتخاب او بیشتر از همه متکی به افکار عمومی مسلمین مدینه و صحابه رسول صورت گرفته علی ابن ابی طالب بود که در دوره کوتاه خلافت خود با 3 جنگ روبرو شد و از هر سو با حیله و دسیسه مواجه گردید. حتی طلحه و زبیر از وی روی گردانیدند و نکث بیعت کردند و بر روی او شمشیر کشیدند برای اینکه علی حکومت بصره و کوفه را از آنها دریغ کرده بود. بنابر 10 ملاحظه از این قبیل میتوان گفت اگر رأی اهل تسنن درباره خلافت از حیث مبنا قابل تصدیق باشد، از حیث عمل خدشه‌پذیر است و حوادث تاریخی نشان داده است که به خیر و صلاح جامعه اسلامی نینجامیده و حرص رسیدن به قدرت و مکنت بر اجرای احکام قرآن و سنت رسول الله غالب گردید. از این رو باز این قضیه مسلم در برابر ذهن هویدا می شود که خود حضرت محمد در تعیین جانشین خیش بیش از هر جماعت صلاحیت داشته است. آیا مردی که قطع نظر از مقام وحی و نبوت از حیث فکر و قوت اخلاق و سایر مزایای انسانی بر همه یاران خود برتری مسلم داشت و بست و استواری دیانت اسلام هدف اساسی او بود و فراست مردم شناسی و بازشناختن ارزش معنوی یاران خیش را به حد وافر داشته بود، سزاوارتر از هر کسی برای تعیین جانشین خود نبود؟ مع ذالک در زمان حیات و در اوج قدرت خیش که کسی را یارای مخالفت با وی نبود بدین کار دست نزد. چرا؟ آیا از انجام این امر خطیر غفلت داشت یا تصور می‌کرد هنوز موقع آن نرسیده و آینده نسبتاً فراخی در مقابل دارد و هنوز وقت و مجال باقی است؟ زیرا پیغمبر سن زیادی نداشت، در 63 سالگی بیمار شد و بیماری او نیز طولانی نشد. پس خیلی ممکن و محتمل است که آن بیماری را مهلک فرض نکرده و تا روز آخر امید شفا یافتن در وی قوی بوده است. و به همین دلیل روز اول بیماری که از زنان خود اجازه گرفت تا در خانه عایشه بستری شود، با وی که درد سر داشت با شوخی فرمود:
آیا میل نداری قبل از من بمیری تا خودم تو را غسل دهم و بر جنازه ات نماز گذارم؟ عایشه به طنز گفت تا آسوده خاطر در خانه من با زنان خود به عیش بنشینی؟ پس حضرت این بیماری را خاتمه عمر خود تصور نمی کرد. قرینه ای که این احتمال را موجه می کند حادثه زیر است. حضرت سپاهی گرد کرده بود برای حمله به شام و جنگ با ترسایان عرب و اسامه بن زید را که جوانی 20 ساله بود به سرداری سپاه معین فرموده بود. به گوش او رسید که زمزمه عدم رضایت از این انتصاب در میان مسلمین پدید آمده است، زیرا بسی از سالمندان و اشخاص معتبر از مهاجر و انصار جزء این سپاه بودند. از شنیدن این خبر پیغمبر چنان خشمگین شد که در حال تب اصابعی بر سر بسته و به مسجد رفت. بر منبر شد و ناخشنودی مردم را نوعی نافرمانی شمرد و اسامه بن زید را از هر حیث شایسته این انتصاب اعلام فرموده و قائله را ختم کرد. خود این عمل نشان می‌دهد که حضرت رسول مرض را عارضه‌ای زودگذر دانسته و به شفای خود امیدوار بوده است. قرینه‌ای که این فرض را قوت می‌بخشد این است که به یک امر خطیر دیگری که از حیث اهمیت و تأثیر در سرنوشت دیانت اسلام کمتر از تعیین جانشین نبوده نیز نپرداخت و آن امر به جمع‌آوری و تدوین قرآن در تحت نظر خود او بود. قرآن سند رسالت حضرت رسول و دستورالعمل رفتار و کردار مسلمین است و تا آن تاریخ میان صحابه و کاتبان وحی پراکنده بود و در یک جا جمع نشده بود. تدوین قرآن در پرتو دستور و راهنمایی خود حضرت بسیاری از مشکلات فقها و مفسرین را حل می کرد. اختلاف قرائت پیش نمی آمد و ناسخ و منسوخ معین می شد، مخصوصاً اگر سوره ها و آیات بر حسب نظم نزولی آنها تدوین می گردید، چنانکه علی ابن ابی طالب چنین کرده بود. زید بن ثابت میگوید ابوبکر مرا احضار کرد و گفت عمر مدتی است به من اصرار میکند که قرآن را جمع‌آوری و تدوین کنم. من از این کار اکراه داشتم، زیرا اگر لازم بود قرآن تدوین شود خود حضرت رسول بدان مبادرت میفرمود. ولی بعد از جنگ یمامه که بسیاری از صحابه کشته شدند و هر یک قسمتی از قرآن را همراه داشتند و همه آنها از بین رفت، رأی عمر را صواب میبینم. ملاحظه می کنید باز عمر به این فکر اساسی و اصولی افتاد و خلیفه را بدین کار مجبور کرد. اما متاسفانه قرآنی که گردآوری آن چند سال طول کشید و به وسیله هیئتی تحت نظر عثمان انجام شد فاقد نظم نزولی است و در تدوین آن از قرآن علی ابن ابی طالب و حتی نسخه عبدالله ابن مسعود استفاده نکردند، چنانکه ترتیب سوره‌های آن به کلی مغشوش است، چرا که حداقل نظم این بود که نخست سوره‌های مکی در قرآن قرار گیرد و سپس سوره‌های مدنی. علاوه بر این کار را نکردند، بسی از آیات مکی را ضمن سوره‌های مدنی جای دادند و بسی از آیات مدنی را در خلال سوره‌های مکی. باری اقدام نکردن حضرت رسول به تدوین قرآن قرینه معقولی است بر این که اجل او را غافلگیر کرد، حتی تا روز آخر 28 صفر یا 12 ربیع الاول سال 11 هجری که تقریبا مصادف با تیر ماه سال 632 میلادی است، بیماری را مهلک فرض نمی کرد. در آخرین روز که مرض شدت یافت و حالت اغمایی به وی دست داد، پس از به هوش آمدن گویی رسیدن دم آخر را احساس فرمود. از این رو به حاضرین گفت دوات و کاغذی آورید که نامه‌ای بنویسم تا بعد از آن هرگز گمراه نشوید. دریغ که بدین آخرین درخواست رسول جواب مساعدی داده نشد. نخست به حق دست داد و سپس مناقشه‌ای در گرفت. یکی گفت آیا هذیان میگوید خوب است عزیمت بخوانید. زینب دختر جحش و یارانش گفتند آنچه رسول الله خواسته است برایش بیاورید. عمر گفت به نظر شدت تب بر او چیره شده، شما قرآن دارید و کتاب الله ما را کافی است. مناقشه طول کشید. دسته‌ای میگفتند بگذارید برای شما نامه نویسد که گمراه نشوید. دسته‌ای دیگر از این امتناع کرده قرآن را دستورالعمل کافی میدانستند. پیغمبر از این مشاجره به تنگ آمده فرمود برخیزید، این اختلاف شایسته محضر پیغمبر نیست. کسی نمیداند پیغمبر چه میخواست بنویسد. پیغمبری که نوشتن نمیدانست. آیا میخواست جانشین خود را معین کند یا مطلب ناگفته‌ای در قرآن بوده که میخواست بگوید؟ آیا سیاست آینده قوم عرب را میخواست املاء کند یا حکمی را از قرآن نسخ فرماید؟ اگر امر مهمی بود که در آینده اسلام تأثیر داشت چرا شفاهن نفرمود؟ همه اینها سوالاتی است بدون پاسخ، معمایی که حل آن همیشه مکتوم خواهد ماند. از طرف دیگر مرد محکم و استواری چون عمر با همه علاقه و بستگی به دستگاه اسلام و شارع اسلام چرا مانع آوردن قلم و کاغذ شد و اصرار داشت که پیغمبر آخرین وصیت خود را اظهار نکند و به کفانا کتاب الله پناه برد.
آیا راستی این اظهار اخیر پیغمبر را ناشی از درد و هیجان می‌دانست یا به فکر آن بود که پیغمبر در مقام تعیین جانشین خیش است؟ آیا با آن شم سیاسی و فراست واقع‌گرای و فکر معال‌اندیش این احتمال را ممکن می‌دانست که حضرت در دقایق واپسین زندگی علی را به خلافت و ریاست مسلمین معین کند و در این صورت رشته از دست او به در خواهد رفت؟ چه در این صورت اکثریت قطعی مسلمین از وصیت پیغمبر پیروی کرده، میدان حرکت و فعالیت و حل و عقد امور برای او محدود و تنگ میشد. شیعیان بر این عقیده اند و شاید چندان بیراه نرفته باشند، ورنه برای مخالفت با این آخرین تمنای پیغمبر محمل دیگری نمیتوان پیدا کرد. عمر یکی از ارکان بنای اسلام و از معتبرترین و با نفوذترین صحابه پیغمبر است و در سیاست اسلامی یار و پشتیبان اوست. علاوه بر سیاستمداری با فراست، دوراندیش و در همه امور صاحب رأی و نظر است و شاید به فراست دریافته باشد که اگر قصد پیغمبر تعیین جانشین باشد، امر میان ابوبکر و علی دور میزند. علی چون خود او مستقل الفکر و صاحب اراده است، فرد متشخص خاندان هاشمی، داماد پیغمبر و مجاهد صف نخستین و کاتب وحی است. به علاوه ذاتاً تحت نفوذ دیگری قرار نمیگیرد. اما ابوبکر با وی دوست شفیق و صمیمی است. از همان سال اول هجرت رابطه دوستی و رفت و آمد او با ابوبکر بیش از سایر اصحاب بود و در اغلب امور هم فکر و متحد یکدیگر بودند. اگر بنا باشد یکی از این دو جانشین پیغمبر شوند، در نظر او ابوبکر بر علی رجحان دارد. ابوبکر کس و کاری ندارد و با خوی ملایم و آرامش عمر قوه مجریه او خواهد شد، در صورتی که علی تمام به بنی هاشم را پشت سر خود دارد و بسیاری از صحابه بزرگ به وی احترام دارند و عمر در حاشیه قرار می‌گیرد، نه متر. قطعاً یک نکته مهم دیگر از فکر واقع‌بین و معال‌اندیش عمر دور نمانده و آن سن ابوبکر است که در آن تاریخ بیش از 60 سال داشت و این سن علاوه بر اینکه جلب احترام می‌کند، برای عمر امیدپرورتر از علی ابن ابی طالب است که در آن تاریخ 32 سال داشت. پس خلافت ابوبکر برای نظرهای سیاسی او ارجح و نویدبخشتر است. این گونه ملاحظات می‌تواند نگرانی عمر را از تقاضای پیغمبر و نوشتن وصیت‌نامه توجیه و تفسیر کند. به علاوه هم نبوت و هم خلافت در خاندان هاشمی امر ساده و سهل القبولی نیست و دریچه امید را بر روی تمنیات جاه طلبانه می‌بندد. ممکن است قصد پیغمبر تعیین جانشین نبوده و مطلب دیگری می‌خواست بگوید، ولی عمر نمی‌خواست روزه شکدار بگیرد و در مقابل امر واقع شده قرار گیرد و حتی خود را هم به این احتمال آشنا نشان نداد که ممکن است قصد پیغمبر تعیین خلیفه باشد، بلکه چنین وانمود کرد که حضرت از فرط درد و شدت ناراحتی سخن می‌گوید و در چنین حالی نمی‌تواند چیزی بر قرآن اضافه کند، قرآنی که در هنگام سلامت پیامبر نازل شده است و شامل تمام احکام است. در اینجا یک مطلب دیگر بیدرنگ به ذهن می آید که اگر قصد پیغمبر تعیین جانشین خود بود، چرا آن را شفاهاً بیان نفرمود؟ پس از آنکه اختلاف روی داد، آوردن قلم و دوات کاغذ با مخالفت عمر روبرو شد. لااقل می توانست مقصود خود را که به عقیده شیعیان تعیین علی است به خلافت شفاهاً بیان بفرماید، به خصوص که حاضران مجلس کم نبودند و آخرین تصمیم و اراده او به زودی در جامعه مسلمانان پخش می شد. پس چرا شفاهاً چیزی بیان نفرمود؟ ظاهراً این سوال باز رنگ معما به خود می گیرد و پاسخ بدان آسان نیست. اما یک مطلب مهم را نباید فراموش کرد و آن این است که حضرت رسول از دیرباز مسخر یک فکر بوده است و از 23 سال به این طرف این فکر روز به روز قوت گرفته است، به حدی که میتوان آن را جز شخصیت آن حضرت دانست و آن ایجاد جامعه جدیدی بود بر اساس اسلام که قومیت عرب نیز در آن بگنجد. حضرت محمد با فراست ذاتی و موهبت کم مانند مردم شناسی به رویه و تمایل و ارزش یاران خود آشناست. مخصوصاً از شخصیت عمر، قوت اخلاق، تدبیر و دوراندیشی او آگاه است و می‌داند که در پیشامدها واقع‌بین و در عقاید خود استوار و بدون تزلزل است. حسن روابط و پیوستگی معنوی او را با ابوبکر می‌داند. عمر از وقتی که اسلام آورده است از نزدیکترین یاران پیغمبر بوده است و حتی در موانع بسیار با فکر واقع گرای خود تصمیم‌های جدید و تدابیری که در پیشرفت کار مؤثر بوده است به آن حضرت القا کرده و اصرار ورزیده است. به عبارت دیگر عمر برخلاف ابوبکر مطیع و پیرو محض نبوده است، بلکه از خود رأی و نظر داشته و عقاید و آراء خود را با پیغمبر در میان می‌گذاشته و بسا حضرت رأی و نظر او را صائب دانسته و بر وفق نظر او اقدام می‌کرده است.
سیوطی در کتاب اتقان فصلی دارد تحت عنوان آنچه در قرآن به زبان و رأی اصحاب نازل شده است و قسمت اعظم آن به عمر اختصاص دارد. حتی از مجاهد نقل می کند که عمر نظری ابراز می کرد، سپس آیاتی موافق آن نازل می شد. خود عمر معتقد بود که در 3 مورد آیات قرآنی مطابق رأی او نازل شده است: حجاب، اسیران پدر و مقام ابراهیم. در این باب مفسران و اهل حدیث و سیره مطالب زیادی نقل می کنند که از مجموع آنها این مطلب مسلم به دست می آید که عمر خوشفکر، صاحب رأی و نظر و مورد اعتماد پیغمبر بوده است، به طوری که تحقیقاً می توان گفت در میان صحابه پیغمبر 5 نفر چون عمر نمی توان یافت. پس اگر چون این شخصی با نوشتن وصیت مخالفت کند، معلوم است قصد و نیتی در سر دارد و اگر پیغمبر شفاهاً علی را به خلافت معین کند، ممکن است این انتصاب پس از فوت او مواجه با مخالفت عمر و ابوبکر و همدستان آنها شود. عمر از ارکان محکم اسلام است. مخالفت او، مخصوصاً که ابوبکر هم به وی بپیوندد، کار را خراب می کند. در زمان حیات به واسطه شأن و اعتبار نامحدودی که مقام نبوت به وی داده است، هر اقدامی برای پیغمبر سهل است، حتی معین کردن اسامه بن زید به سرداری سپاه، زیرا با یک جمله تند همه را سر جای خود می نشاند و صدای اعتراض را در سینه ها خفه می کند. اما پس از مرگ او چطور؟ وقتی او نباشد که می تواند اختلافات قبیله‌ای را فرو نشاند؟ که می تواند جلوی سیل خروشان مطامع را بگیرد و جهش به طرف سیادت و امارت را بخواباند؟ در این صورت هدف اساسی و اعلا، یعنی جامعه جدید اسلام، به چه روزی خواهد افتاد و آیا باز عرب دچار همان مشاجرات و مناقشات قبیله‌ای نخواهد شد؟ شاید ملاحظاتی از این قبیل از ذهن حضرت گذشته و از این رو خاموشی اختیار و فقط بدین قناعت کرده است که آنها را از محضر خود دور سازد. برای خاموشی گزیدن حضرت رسول و صرف نظر کردن از تعیین خلیفه احتمالات دیگری میتوان فرض کرد. در علی ابن ابی طالب فضایل و مزایایی هست که دوست و دشمن بدان اذعان دارند. او هرگز بت نپرستیده و از سن 9 سالگی ایمان آورده است. در تمام غزوه‌های مهم شرکت کرده و در جنگ احد جان پیغمبر را از خطر مرگ نجات داده است. در جنگ خندق پهلوان بزرگ عرب عمرو ابن عبدود را از پای درآورده است. در جنگ خیبر قلعه مهم نائم را گشوده است. در شب هجرت در بستر پیغمبر خوابیده و در معرض کشته شدن قرار گرفته است. در کشتن مخالفان بیش از همه صحابه سهم برده، به صراحت و فصاحت و شجاعت و دقت در پیروی از رسول موصوف بوده است. او برجسته ترین و متشخص ترین افراد خاندان هاشمی است. با همه این مزایا، علی جوانترین اصحاب پیغمبر است و پسر عمو و داماد اوست. آیا تعیین او به خلافت حمل بر خویشاوند پرستی نمی شود و همین امر حمیت قبیله‌ای را در سایرین بر نمی انگیزد و خلاف و تباهی در مسلمین در نمی گیرد؟ در علی فضایل و مکارم دیگری هست که شاید خود آن فضایل و مکارم عایق پیشرفت و سنگی در راه ریاست باشد. امارت بر مردمانی که سودای ریاست آنها را به شور و ماجرایی میکشاند، مستلزم نرمخویی و گذشت و مراعات حوایج و تمنیات زیردستان است. در شخص پیغمبر این صفات به حد کمال وجود داشت. در فتح مکه از کشتن بسی از معاندین صرف نظر کرد و غنایم هوازن را میان سران تازه به اسلام گرویده قریش تقسیم کرد. اما علی در این گونه موارد قاطع، یکدنده و در مقابل تقاضاهای نامناسب انعطاف ناپذیر است. به همین جهت وقتی خلیفه سوم مشکل کار عبدالله ابن عمر را با وی در میان گذاشت، علی بدون مسامحه و تأمل وی را در مقابل قتل هرمزان مطابق اصول اسلامی مستحق قصاص دانست، ولی عثمان به رأی وی عمل نکرده و با دادن دیه خون به ناحق ریخته هرمزان پسر عمر را از کشته شدن نجات داد و روانه عراق کرد. در جنگ یمن غنایم زیادی به دست آمد. علی به تقاضای مجاهدان که می‌خواستند غنایم همانجا میان آنان توزیع شود گوش نداده و همه آنها را دست نخورده به حضور پیغمبر آورد تا خود حضرت عادلانه آنها را توزیع کرد و در مقابل ناخشنودی محاربان یمن علی را تزکیه کرد. پیغمبر به روحیه علی و فضایل او آگاه بود. می‌دانست او اهل مماشات و مدارا نیست. در اجرای آنچه به نظر وی حق است انعطاف ناپذیر است و این روش با آنکه فی حد ذاته قابل ستایش است، در مقابل مردمی که در حاشیه دیانت و ایمان خود دارای اغراض و مطامعی هستند چندان مطلوب نیست و از این رو از ریاست و امارت او نگران خواهند شد.
و هنگامی که دیگر خود پیغمبر در صحنه زندگانی نیست، کار را چه بسا به خلافت و مشاجرت بکشانند و در این میان اصل مقصود پایمال می شود. در دوره کوتاه خلافت علی این نگرانی به وقوع پیوست. علی نتوانست حکومت فاسقی را بر مسلمین هرچند یک روز باشد بپذیرد. از این رو معاویه را بر ضد خیش برانگیخت و 2 تن از صحابه بزرگ را از خیش رنجانید و آنها نیز بالنتیجه به صف مخالفان پیوستند. باری علت هرچه باشد، امر خلافت در هنگام رحلت به حال ابهام باقی ماند و شاید خود این امر دال بر درایت و دوراندیشی حضرت رسول باشد که نخواسته است دسته ای را برابر دسته دیگر برانگیزد تا جهش به سوی قدرت و امارت سیری طبیعی داشته باشد و بر اصل بقای انسب به نتیجه انجامد که لااقل اسلام بر جای ماند. در تاریخ معاصر حادثه‌ای مانند آنچه گذشت به خاطر می‌رسد و آن نامه‌ای است که لنین به کمیته کمونیست شوروی نوشته و بعدها عنوان وصیت‌نامه لنین به خود گرفت. لنین در بستر بیماری است و از حضور در جلسه کمیته ناتوان. ناچار نامه‌ای می‌نویسد و در آن مزایای 2 عضو برجسته حزب یعنی استالین و تروتسکی را نام می‌برد و هر دو را برای این دستگاه جدیدالاحداث ضروری می‌داند، ولی نمیتواند نگرانی خود را از معارضه‌ای که ممکن است میان آن دو درگیر شود کتمان کند و حتی به نقاط ضعیف هر یک از آن دو نیز اشاره می‌کند. ولی او هم در حل مشکل سکوت اختیار کرده و به قانون بقای انسب واگذار می‌کند. قبل از اسلام عرب به قبیله و نسب خود می‌بالید و حتی تیره‌های مختلف بر یکدیگر تفاخر می‌کردند. در این مفاخره پای مکارم و فضایل هم در میان نمی‌آمد. برتری در زور در کشتن، غارت و حتی در تجاوز به ناموس دیگران بود. تعالیم اسلامی این اصل را منکر شده و وجه امتیاز اشخاص بر ایمان و تقوا قرار گرفت، ولی متاسفانه این اصل تا سال 25 هجری بیشتر دوام نیافت. در زمان خلافت عثمان خویشاوندی جای زهد و تقوا را گرفت. ابوذر و عمار یاسر مطرود و امثال حکم ابن عاص و معاویه بر مسند حکومت جای گرفتند. در ایام خلافت بنی امیه به کلی آن اصل بزرگ اسلامی فراموش شد و اصل تفاخر به نسب و قومیت رایج گردید، ولی در زمینه‌ای پهناورتر. این بار تفاخر به قومیت عرب آغاز و این تشنگی روحی در مقابل ملت‌های مغلوبه سیراب گردید. مردمانی از صحرای خشک و بی‌حاصل عربستان بر قسمتی از معموره جهان دست یافتند. غلبه بر مردمانی که تا دیروز به شوکت و تنعم و جهانگشایی معروف بودند، نوعی مستی و غرور به اعراب بخشید. نژاد خود را برتر و اقوام مغلوبه را پایینتر می‌دیدند و با نظر تحقیر بدانها می‌نگریستند و ابداً حتی در حقوق شرعی و مدنی آنان را با خود برابر نمی‌دانستند. مردی ایرانی از موالی بنی سلیم با زنی از همان قبیله ازدواج کرد. محمد ابن بشیر به مدینه رفت و به ابراهیم پسر هشام ابن مغیره والی مدینه از این کار شکایت کرد. والی مأمورینی فرستاد تا مرد ایرانی را 200 تازیانه زدند. موی سر و صورت و ابروانش را تراشیدند و طلاق زنش را گرفتند. محمد ابن بشیر بدین مناسبت قصیده‌ای گفته است که در اغانی آمده است که مضمون ابیات آن این است: به سنت و عدل رفتار کردی، 200 تازیانه و تراشیدن ریش و ابرو سزای او بود. موالی باید دختران کسرا را بگیرند، بندگان باید با بندگان ازدواج کنند. برای نمونه قصه عبرت انگیز از عیون الاخبار ابن قتیبه نقل کرده و این فصل را خاتمه دهیم. عربی نزد قاضی رفت و گفت: پدرم مرد و اموال خود را میان 2 برادر و 1 هجین تقسیم کرده است. سهم هر یک چقدر می شود؟ کلمه هجین را به فرزندی اطلاق می کردند که از مادر غیر عرب به دنیا آمده باشد یا از کنیز و برده و او را حقیر و غیر برابر با سایر فرزندان می دانستند. قاضی جواب داد: طبعا به هر یک از 2 برادر ثلث اموال می رسد. اعرابی گفت: گویا متوجه مشکل ما نشدید، ما 2 برادریم و 1 هجین. قاضی گفت: متساویاً ارث می برید. اعرابی در خشم شد و گفت: چطور هجین با ما برابر است؟ قاضی گفت: این حکم خداست. صدها حکایت از این قبیل در تاریخ قرنهای اولیه هجری دیده می شود که قرایه نیست بر این امر که اسلام وسیله بوده است برای وصول به قدرت و تحمیل سیادت بر سایر اقوام. از این رو احکام و تعالیم اسلامی آن در قرآن میماند و بدان عمل نمی شود و پیوسته همان تفاخر و تفوق طلبی دوران جاهلیت در حوادث اسلامی ظاهر می شود. ولی این دفعه در مقابل مسلمانان غیر عرب
آن اصل بزرگ و انسانی ان اکرمکم عندالله اتقاکم به دست فراموشی سپرده می شود و علت پیدایش شعوبیه نیز همین است، وگرنه اگر اسلام محمد ابن عبدالله پس از آن روش ابوبکر، عمر و علی دنبال می شد هرگز شعوبیه پیدا نمی شدند. کتاب 23 سال، نویسنده علی دشتی، فصل 5، پس از محمد، بخش دوم، سودای غنیمت. پاره‌ای از محققان اندیشمند عرب اسلام را یک حادثه محلی می‌دانند و بر بسیاری از احکام آن خورده گرفته و نامتناسب با اجتماع مترقین دانسته به طور مثل می‌گویند 5 مرتبه در شبانه روز وضو گرفتن و به نماز ایستادن و برای هر نماز به مسجدی روی آوردند، ماه‌های قمری را مأخذ سال قرار دادن و 1 ماه آن را روزه گرفتن، یعنی تمام روز را از طلوع فجر تا غروب آفتاب از هر گونه عمل حیاتی اجتناب کردن، آن هم با عرض جغرافیایی کره زمین که روزها در بعضی کشورها گاهی به 20 ساعت و گاهی به 4 ساعت میرسد و در نقاطی چند روزی آفتاب غروب نمی کند، نشان می‌دهد که شارع روزه فقط محیط حجاز، آن هم حجاز قرن 7 میلادی را ملاک قرار داده و از جاهای دیگر دنیا بیخبر بوده است. همچنین نهی از ربا و تنزیل با رشد اقتصادی و به کار انداختن سرمایه سازگار نیست. اباحه بردگی و آدمی را در ردیف 4 پایان درآوردن، عدم تساوی زن و مرد در ارث بردن، با آنکه زن بیش از مرد مستحق ارث است، زیرا در اجتماع مشغول کار و تولید ثروت نیست، برخلاف منطق و در ادای شهادت او را نصف مرد فرض کردن، مخالف حقوق انسانی است. بریدن دست سارق و در صورت تکرار بریدن 1 پای وی مستلزم زیاد شدن افراد علیل و ناقص و بیکار و مخالف مصالح اجتماع است. تعدد زوجات عقدی و نامحدود بودن زنان برده و اجازه همبستری با زن شوهرداری که به اسارت درآمده است، تأیید و پذیرفتن شریعت یهود درباره زناکار و اجازه سنگسار کردن او با مبادی انسانی سازگار نیست و محروم کردن شخص از تعیین تکلیف دارایی خود پس از مرگ و محصور شدن مفاد وصیت فقط در ثلث اموال خود خلاف اصل مالکیت و حتی خلاف اصل خود شریعت اسلامی است که می‌فرماید الناس مسلطون علی اموالهم و انفسهم، یعنی مردم اختیاردار نفوس و اموال خویشند. خردگیری‌هایی از این دست آنان را بدین نتیجه کشانده است که چنین کشی نمیتواند جهانی و دائمی باشد. چنانکه مشاهدات به ثبوت رسانده است، بسیاری از این احکام در بسیاری از کشورهای اسلامی به حال تعطیل افتاده است، مانند رجم زنا و بریدن دست سارق یا قصاص چشم به چشم، گوش به گوش و سایر قصاصها. چنانکه بانک‌ها در همه کشورهای اسلامی ربا را به کار انداخته‌اند. آنگاه با طنزی خراشنده اشاره به حج کرده و بتخانه‌ای را بیت الله نامیدن و سپس بوسیدن سنگ سیاهی را به رسم بتپرستان قرن 56 میلادی از شعائر خداوند گفتن و خلاصه تمام مناسک حج را منافی با شریعتی میگویند که مخالف شرک است و مدعی است میخواهد مردم را از اوهام و خرافات دوران جاهلیت نجات دهد و همه اینها را نوعی نجات پرستی فرض میکنند و مدعی هستند دینی میتواند جهانی و دائمی باشد که مردم را به خیر و صلاح بشریت راهنمون شود و از هر گونه تعصب ملی و قومی و نژادی کناره‌گیری کند. اینها فراموش کرده اند که بهترین شرایع آن است که چاله عمیقی را پر کند و بر ضد شر و فساد موجوده در جامعه خود برخیزد. در سرزمینی که قتل نفس، راهزنی، تجاوز به حقوق و مال و ناموس دیگران امری جاری و متداول است، چاره‌ای جز شدت عمل نیست. احکام سخت قصاص و بریدن دست سارق و سنگسار کردن زانی یگانه راه علاج است. بردگی در تمام اقوام متمدن آن عصر و پیش از آن خاصه در آشور و کلده و روم رایج بوده است، ولی در عوض کفاره بسی از گناهان در اسلام آزاد کردن بنده است. چنان که در فصل زن در اسلام اشاره شد، زن قبل از اسلام شأن و حیثیتی نداشته و حتی جزء ترکه میت چون ارث به وراث او میرسید. احکام اسلامی در باب زن نوعی انقلاب و تحول مترقی به شمار میرود. نباید و موجه هم نیست که اعمال و احکام رهبری را که در اوایل قرن 7 میلادی زندگی می‌کرده است از زاویه افکار و دید قرن 19 و 20 بنگریم. مثلا از حضرت محمد متوقع باشیم که در مسئله بردگی نقش ابراهام لینکلن را بازی کند.
بسیاری از این ایرادها را میتوان با دلایل نقضی جواب داد. حتی مسئله مهم آزادی فکر و عقیده و اینکه مسلمین در کشورهای مغلوبه مردم را بین قبول دیانت اسلام یا ادای جزیه مخیر میکردند قابل توجیه است. بدیهی است با افکار مترقیانه قرن 20 این کار زیبا و عادلانه نیست که به زور شمشیر مردم را به قبول دیانت اسلام مجبور کنند و فکر امروزی بشر نمیتواند قبول کند که خداوند متعال اعراب جزیره العرب را مأمور هدایت مردم کرده باشد. زیرا اگر خداوند تا این درجه علاقه به مسلمان شدن اهالی سوریه و مصر و ایران داشت، بسی آسانتر بود که آنها را مطابق آیه یهدی من یشاء و یضل من یشاء به راه راست هدایت کند. و در خود قرآن نیز این روش مطلوب و پسندیده تلقی نشده است و جمله لیهلک من هلک عن بینة و یحیی من حی عن بینة، یعنی از راه دلیل و برهان باید به هلاکت یا به رستگاری رسید، سوره انفال آیه 44 مبین این معنی است که نمیتوان به ضرب شمشیر مردم را هدایت کرد. لکم دینکم ولی الدین، یعنی دین شما برای خود شما و دین من از آن من است، سوره کافرون آیه 6 نص قرآن است و به دهها آیه بدین مضمون و مفهوم میتوان استشهاد کرد. و همین معنی ما را به این نتیجه شگفت‌انگیز میکشاند که این اصل اسلام آوردن یا جزیه دادن درباره ساکنان جزیره العرب اتخاذ شده است، آن هم بعد از فتح خیبر و مخصوصا پس از فتح مکه و اسلام آوردن قریش. حضرت محمد میخواست از جزیره العرب یک واحد سیاسی درست کند و از این رو بر حسب حدیثی موثق فرموده است دو دیانت در جزیره العرب نباید وجود داشته باشد و پس از فتح مکه آیه‌ای مشعر بر این که مشرکان پلیدند و نباید به مسجد الحرام نزدیک شوند نازل شد. نکاتی چند از این قبیل که از مفاهیم سوره براءت به دست می آید بر این دلالت دارد که قصد حضرت رسول ایجاد یک واحد قومی عرب در تحت لوای اسلام است. تدابیر سخت و به کار انداختن شدت و خشونت برای رام کردن مردمانی است که در همین سوره بدانها اشاره شده است. الاعراب اشد کفرا و نفاقا واجدروا الا یعلموا حدود ما انزل الله، یعنی کفر و نفاق شیوه فطری اعراب است و شایسته این که مبادی فاضله دیانت را درک کنند نیستند. سوره توبه آیه 97. در سوره شعراء آیه 198 و لو نزلناه علی بعض الاعجمین اشاره بدین معنی است که اقوام غیر عرب قرآن و مطالب آن را بهتر درک می کردند و زودتر می پذیرفتند. از همه ملاحظاتی که محققان فرنگی وارد ساخته اند دو موضوع است که تقریبا بدون جواب می مانند. یکی این که قابل تصور و تصدیق عقل نیست که خداوند اعراب حجاز را با شمشیر آخته مأمور تهذیب و تربیت مردم فرماید و یکتاشناسی را به جهانیان بیاموزد و چون تصور چنین امری دشوار است پس به مطلب دوم میرسیم که عامل اقتصادی آنها را به جهانگشایی برانگیخته است. در جواب ملاحظه اول میتوان تصور کرد که روش قبولاندن اسلام به ضرب شمشیر مخصوص جزیره العرب بوده و چنان که حوادث نشان داده جز با این روش ممکن نبود اسلام پای گیرد. و اما درباره ملاحظه دوم با دیدی مثبت و کاوشی در حوادث تاریخی شخص بدین نتیجه میرسد که سودای غنیمت اعراب را به خارج از مرزهای عربستان کشانید. در فصل گذشته دیدیم سودای ریاست و امارت تمام حوادث تاریخ اسلام را بعد از رحلت حضرت رسول به بار آورده است و همانطور سودای دست یافتن بر ثروت دیگران اعراب را به جهانگیری برانگیخته است. در سرزمینی خشک و بی‌برکت مردمانی خشن به سختی روزگار می‌گذراندند. در آن سوی مرزهایشان سرزمینی سبز و حاصلخیز، شهرهای آباد و لبریز از حوایج زندگی، انواع تنعمات و خوبی‌ها موجود و چشم را خیره می‌کند. اما افسوس این سرزمین آباد به دولت نیرومند ایران و روم تعلق دارد و برای مشتی بیابانگرد تهیدست فاقد وسایل دست یافتن بدانها از محالات است. اما اسلام بر نفاق و کوته نظری آنها چیره شد، زد و خوردهای حقیر طایفه‌ای را از میان برداشت، همه را در زیر پرچم خود درآورد و از آن جمع متفرق واحدی نیرومند به وجود آورد و آن محال ممکن گردید. این مردم فقیر که با هجوم بر قبیله‌ای ضعیفتر از خود و غنیمت بردن 200-300 شتر آتش حرص خود را فرو می‌نشاندند، اینک واحد بزرگی شده‌اند که می‌تواند به غنیمت‌های بزرگتر، به سرزمین‌های برکتخیز و پر از نعمت، به زنانی سفید و زیبا و به اغنام و احشام بیشمار دست یابند. این مردمی که برای غنیمت‌های حقیر خود را به مخاطره می‌انداختند و از مرگ برای سیراب کردن تشنگی‌های مادی و روحی نمی‌هراسیدند، اینک در زیر لوای اسلام به سوی غنیمت‌های فراوان رهسپارند
و در این اقدام که چه کشته شوند به بهشت می روند و چه بکشند به بهشت می روند، یک احتیاج مبرم روحی آنها تأمین می شود. اینان تشنه تفاخر و تفوق طلبی هستند. اینک به جای اینکه تمیم بر تغلب یا اوس بر خزرج یا سقیف بر غطفان بتازد و تفاخر بفروشد، همه آنها به سوریه و عراق روی می آورند. اساساً غنیمت اساس پای گرفتن اسلام و تقویت بنیه مسلمین بود. چنانکه در فصل 3 اشاره شد، سریت النخله یعنی تصرف یک کاروان تجارتی قریش در سال 2 هجری وضع مسلمانان را رو به راه کرد. پس از آن دست یافتن بر قسمتی از اموال بنی قینقاع و سپس بر کلیه دارایی بنی نضیر و بنی قریظه اوضاع مالی مسلمین را استوار ساخت. آیه 15 سوره فتح این سودای خاموش نشدنی اعراب را به غنیمت به خوبی نشان می‌دهد. سیقول المخلفون اذا انطلقتم الی مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعکم، یعنی آنهایی که در جنگ با قریش تهاون و تسامح ورزیدند در بیعت شرکت نکردند. اکنون میخواهی به جنگ یهودان خیبر روی و خداوند صریحاً در قرآن مسلمین را به مغانم کثیره وعده داده است. این اعراب میگویند بگذارید ما هم دنبال شما آییم و سهمی از غنیمت ببریم. در همین جنگ خیبر حضرت رسول بنی غطفان را که هم پیمان با یهودیان خیبر بودند به وعده سهمی از غنایم خیبر از یاری به یهودیان خیبر باز داشت. 10 مورد از این قبیل در 10 ساله هجرت دیده می شود که جوش و خروش اعراب را در رسیدن به غنیمت نشان می دهد. از جمله شکست هوازن و تقسیم غنایم میان سران قریش و ناراضی شدن انصار است که در یکی از فصول سابق بدان اشاره شد. ملاحظاتی از این دست روشنگر طرز فکر و خوی اعراب غنیمت پرست تواند بود و در این حال روشنفکری و آگاهی حضرت رسول را به روحیه قوم خویش نشان می‌دهد. نکته مهمی که بدین امر باید افزود این است که حضرت رسول در دست زدن بدین وسایل و اجازه کاروانزنی یا قلع یهود قصدی برتر از حرص مالندوزی اعراب داشت. او مردی بود سیاسی و در نظر اهل سیاست وسایل هر چه باشد اگر شخص را به هدف رساند ناپسند نیست که الغایات تبرر المبادی، یعنی نتایج مطلوبه مجوز هر گونه اقدامی است. او میخواست اسلام پای گیرد و لوث شرک و نفاق زایل و حکومت عربی متحدی در لوای اسلام پیریزی شود. بنابراین تمهید تمام مقدماتی که بدین مقصد عالی راهبر شود مجاز است. نتیجه این هجوم‌ها و غزوه‌ها عاید جامعه کوچک اسلامی آن وقت میشد و استفاده شخصی کمتر منظور بود. خود حضرت رسول در نهایت قناعت زندگی می‌کرد و حتی هنگامی که پس از تصرف کوی بنی قریظه و به دست آمدن غنایم هنگفت زنان وی تقاضای اضافه نفقه کردند، حضرت به تمنیات آنها روی خوش نشان نداده و آنها را مخیر ساخت بین طلاق و قناعت به همان نفقه. به تبعیت از حضرت رسول صحابه کبار در قناعت زندگی می کردند و حرص مال بر هیچ یک مستولی نشد. اما پس از رحلت وی، مخصوصا پس از اینکه فتوحات اسلامی به خارج از جزیره العرب کشیده شد و غنایم فراوان به مدینه سرازیر شد، حرص جمع مال بر مزاج اکثریت غلبه کرد. در نهایت خلیفه دوم روش حزم و احتیاط را از دست نمیداد و در تقسیم غنایم و دادن مقرری به سران مهاجر و انصار و سایر شهری خاران مدینه جانب اعتدال را نگاه می داشت و از عدل و انصاف فروگذار نمی کرد و نمی خواست مردم از روش حضرت رسول دور شوند و خود نیز زاهدانه زندگی می کرد. سالم بنده آزاد شده می گوید هنگام خلافت سراپای عمر از کلاه و عمامه گرفته تا کفش بیش از 14 درهم ارزش نداشت، در صورتی که قبل از خلافت لباس 40 دیناری به تن می کرد. سختگیری عمر در این باب به حدی بود که طبری می نویسد در اواخر خلافتش از وی به تنگ آمده بودند و این عدم رضایت به گوش خود او رسید. روزی بر منبر شد و نطق شدید اللحن ایراد کرد که من در رشد اسلام کوشش کرده ام تا چنین برومند شده است. اکنون قریش می‌خواهد اموال خدا را از دهان بندگان خدا برباید. تا پسر خطاب زنده است چنین امری صورت نخواهد گرفت. من سر به زنگاه ایستاده ام و جلوی قریش را میگیرم که از راه راست منحرف نشوند و به آتش دوزخ نیفتند. باز طبری در این باب می نویسد سران صحابه نمی توانستند بدون اجازه وی از مدینه خارج شوند و اگر هم اجازه میداد برای مدت کم یا برای سفر به داخل حجاز بود، زیرا تصور می کرد رفتن آنها به بلاد مفتوحه متضمن خطری است برای وحدت جامعه اسلامی.
حتی اگر یکی از سران قریش می‌خواست در یکی از جنگ‌های خارج شرکت کند، عمر به وی می‌گفت غزوه‌ای که در رکاب رسول خدا کرده ای تو را کفایت می‌کند. برای خود تو بهتر است که دنیای خارج را نبینی و دنیا تو را نبیند. محقق روشنفکر مصر دکتر طه حسین در تفسیر و توضیح سختگیری‌های عمر می‌نویسد: عمر از قریش نگران و به روحیه طایفه خود آگاه بود که مردمانی افزون طلب و تفوقجوی و سودپرستند. قریش خود را اشرف طوایف عرب می‌دانست، فقط از این راه که تولیت امور کعبه را در دست داشت. خانه کعبه قبله طوایف عرب و جایگاه بتان نامدار آنان بود. در حقیقت قریش عقاید و عادات دینی عرب را استثمار می‌کرد و از این راه ثروتمندترین طوایف شده بود. به واسطه امنیت اطراف مکه به کار تجارت می پرداخت و در این باب زبردست شده بود. عمر می دانست کعبه برای طایفه اش وسیله کسب شأن و جمع مال است، ورنه بدان بتان عقیده‌ای نداشتند و اکنون هم که اسلام آورده اند از ناچاری است و پس از آن که حضرت محمد پیروز شد از ترس مسلمان شدند و حتی پیوستن به اردوگاه اسلام را نیز نوعی قمار و مخاطره می دانستند. پس به چنین مردم سودجو و فرصت طلبی نباید میدان داد. پس از کشته شدن عمر حوادث نشان داد که او روشن دیده بود و نظرش صائب بود. گرچه بنابر وصیت او عثمان تمام اموال او را تا 1 سال بر جای خود باقی گذاشت و تغییرات را پس از 1 سال به کار بست، ولی از همان آغاز خلافت در بذل و بخشش از بیت المال مسلمین بر روی مهاجر و انصار گشوده شد و مقرری‌ها یک مرتبه 100% افزوده گشت. گرچه خود خلیفه سوم در زندگانی شخصی از روش 2 خلیفه پیشین تجاوز نکرده و هیچ گونه استفاده خصوصی از بیت المال مسلمین را روا نمی داشت، اما عطایای ناسزاوار او آتش حرص و طمع را در سینه ها افروخت و اصول زهد و بی‌اعتنایی به مال دنیا را از بین برد. عمر یکی از مقتدرترین خلفای اسلام و نخستین کسی است که مسلمانان عنوان امیرالمؤمنین بدو دادند. در عین حال چنان که گفتیم لباس او هنگام مرگ از عمامه گرفته تا موزه پا 14 درهم بیشتر ارزش نداشت. زهد علی ابن ابی طالب مشهود و مورد اتفاق دوست و دشمن است. لباس وی چندان وصله داشت که حضرتش از وصله کننده خجالت می‌کشید. برادر خود عقیل را که تقاضای مساعدت مالی از بیت المال مسلمین برای تأدیه قروض خود داشت، با قهر و خشونت پاسخ داد که عقیل ناچار به دشمن او معاویه ابن ابی سفیان روی آورد و این خود نشانه دیگری از افزون طلبی اعراب و حرص آنهاست به مال. سعد بن ابی وقاص که از بزرگترین صحابه پیغمبر و جزء عشره مبشره بود، از نخستین اسلام آورندگان به شمار می رفت. یکی از 6 تنی است که عمر برای شورا و تعیین خلافت معین کرده بود. پس طبعا نامزد خلافت رسول الله بود و او را فارس اسلام می گفتند، زیرا فاتح عراق بود و در ایام خلافت عمر حکومت کوفه و مداین را داشت. با وجود این در سال 55 هجری که در قصر خود موسوم به عتیق در مدینه درگذشت، میان 200 تا 300 هزار درهم بر جای گذاشت. نباید فراموش کرد که پسر همین صحابی بزرگ است که از طرف عبیدالله ابن زیاد در سال 61 هجری به حکومت ری منصوب شده بود، ولی ابن زیاد آن را منوط بر این کرد که سرکردگی لشکری را بپذیرد که میبایست راه را بر حسین ابن علی بگیرد و او را با بیعت با یزید مجبور کند، وگرنه با وی بجنگد. ابن سعد ابتدا در پذیرفتن آن مأموریت تردید داشت و شب با کسان خود به شور نشست و همه وی را از قبول این کار منع کردند و گفتند شایسته پسر سعد بن ابی وقاص صحابی معتبر پیغمبر نیست که به ستیزه جویی با نوه رسول اکرم برخیزد. ولی چون ابن زیاد در این باب جدی بود و حتما میخواست او را به جنگ با حسین ابن علی بفرستد، ناچار به امید حکومت ری قبول کرد و هنگام مواجهه با حضرت حسین ابن علی روش صلح‌جویی و نصیحت به خود گرفت و تا 3 روز کوشید حسین ابن علی را به تسلیم و بیعت با یزید بکشاند و چون کار مذاکره به درازا کشید و ابن زیاد بیمناک بود که اصل شرافت و حمیت اسلامی بر مزاج عمر ابن سعد غلبه کرده و به حسین ابن علی بپیوندد، شمر پسر ذوالجوشن را مأمور کرد که اگر ابن سعد در جنگ با حسین تکاهل ورزد از سالاری سپاه برکنار شود و خود او ریاست لشکر را بر عهده گیرد. ابن سعد چون چنین دید سابقه پدر را در اسلام فراموش کرده و احترام به خاندار رسول را به یک سوی انداخت و نخستین تیر را به طرف نواده رسول الله پرتاب کرد، زیرا حکومت ری بر هر اصل شریف دینی و اخلاقی و مراعات حق و عدالت رجحان داشت.
طلحه نیز یکی از عشره مبشره و از بزرگان صحابه پیغمبر و بنابر وصیت عمر یکی از 6 نفر تشکیل دهنده شورای خلافت است و طبعا نامزد خلافت بود. طلحه هنگام مرگ عمر در مدینه نبود و از این رو شورا بدون حضور او تشکیل شد و خلیفه بدون رأی وی انتخاب گردید. هنگام مراجعت به مدینه حال تعرض به خود گرفت و با عثمان بیعت نکرد. عثمان خود به خانه او شد و به وی گفت اگر تو داوطلب خلافت هستی من حاضرم کنار بروم. طلحه چون چنین دید رو درماند و با عثمان بیعت کرد و در مقابل این عمل عثمان 50,000 درهم از بیت المال مسلمین به عنوان قرض به وی داد، ولی بعدها آن مبلغ هنگفت را از وی نگرفت و آن را به حساب جوانمردی و بیعت کردن وی گذاشت. پس از آن طلحه یکی از نزدیکترین و صدیقترین دوستان عثمان شد، به حدی که میان آن دو بیع و شرائی مستمر وجود داشت، بدین معنی که اگر طلحه ملکی یا مالی در عراق داشت و میخواست آن را در حجاز یا مصر داشته باشد، عثمان برای وی انجام میداد و در تبدیل املاک وی در قلمرو کشور اسلامی بی‌دریغ به وی مدد میکرد. همین طلحه در آغاز بلند شدن نغمه مخالفت با خلیفه سوم از وی جانبداری میکرد، ولی همین که کار مخالفت با عثمان بالا گرفت و عبرت انگیز این که هنگام محاصره خانه عثمان با مخالفین همصدا و همراه شد. شاید به همین دلیل چنان که در جایی خوانده ام در جنگ جمل به تیر مروان ابن الحکم که خود از دشمنان علی بود کشته شد و مروان پس از قتل وی گفت من دیگر خون عثمان را از کسی مطالبه نمی کنم. با آنکه قبل از اسلام طلحه ثروتمند نبود و آخر خلافت عمر مردی متوسط الحال بود، هنگام مرگ ترکه او را به 30 میلیون درهم تخمین می‌زدند که از این مبلغ 2,200,000 درهم و 200,000 دینار نقد و مابقی املاک و مستقلات و احشام بود. در روایت دیگر نقدینه او را 100 کیسه چرمی برآورد کرده اند که در هر یک 3 قنطار زر ناب بوده است. زبیر ابن عوام نیز از اصحاب کبار و جزء عشره مبشره پسر عمه حضرت رسول و از جهات دیگر نیز بدان حضرت منسوب است. در جنگ‌ها و غزوات بسیاری شرکت کرد و حضرت او را حواری خیش خطاب می‌فرمود. او یکی از 6 نفری است که عمر آنها را نامزد خلافت کرده و شورا را تشکیل داده بودند. می نویسند که خلیفه سوم از متن بیت المال مسلمین 600,000 درهم به وی بخشید که خود او نمیدانست این مبلغ گزاف را به چه کار اندازد و بعضی از یارانش وی را راهنمایی کردند که آن را صرف خرید خانه و مستقل در شهرهای مختلف کند. از این رو هنگام مرگ خانه و املاک زیادی در قصدات اسکندریه، بصره و کوفه داشت. در خود شهر مدینه 11 خانه اجاره‌ای داشت و ماترک وی را میان 35,200,000 درهم تا 52 میلیون درهم تخمین میزنند. در طبقات ابن سعد آمده است که زبیر قبول نمی‌کرد کسی پول خود را نزد وی به امانت گذارد، زیرا از فرط زهد می‌ترسید به ودیعه مردم آسیبی رسد و به حق الناس زیانی وارد شود و اگر دیگران اصرار می‌کردند مال آنها را به عنوان قرض می‌پذیرفت، چرا که در این صورت هم می‌توانست آن را چون مال خیش به کار اندازد و سودها برد و هم پس از مرگ وارثان مجبور به تأدیه دیون وی باشند. از این رو در هنگام مرگ در حدود 2 میلیون درهم بدهکار بود که پسرش آنها را تأدیه کرد. عبدالرحمن ابن عوف که او هم از عشره مبشره است و مورد لطف و عنایت حضرت رسول و طرف اعتماد ابوبکر و عمر بود، شخصا اهل تجارت و داد و ستد و مرد کارآمدی بود. او نه تنها بی بضاعت نبود بلکه در امور خیریه نیز پیش قدم میشد. مع ذلک ثروتی که از وی به جا ماند متناسب با خرید و فروش در بازار مدینه نبود. هنگام مرگ 4 زن داشت که به هر یک میان 80,000 تا 100,000 دینار ارث رسید و 50,000 دینار طلا به اضافه 1000 شتر و 3000 گوسفند برای انفاق در راه خدا وصیت کرد. در زمان خلیفه سوم امثال حکیم پسر حزام که دیناری از بیت المال نمیپذیرفت و از گرفتن شهریه‌ای که میان مهاجر و انصار تقسیم می‌کردند سرباز می‌زد کمیاب شده بود. ابوذر غفاری که آیه شریفه الذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل الله فبشرهم بعذاب علیم
یعنی آیه 34 سوره توبه را به رخ معاویه کشید و معتقد بود عمل به مفاد آیه وظیفه همه مسلمانان است که سیم و زر را انبار نکنند بلکه در راه خدا به مصرف رسانند، عنصر نامطلوب و اخلالگر تشخیص داده شد و با اجازه عثمان معاویه او را از شام اخراج و به مدینه فرستاد و چون در مدینه هم حرف حق خود را به خلیفه سوم گوش زد کرد، وی را مضروب و به بیغوله‌ای تبعید کردند و صحابی زاهد و مؤمن در همانجا در نکبت و فلاکت جان سپرد. جز افراد معدودی همه به دنبال پول بودند و حرص به مال بر مزاج آنها مستولی شده بود. حتی مرد بی حسب و نسب بیکاره‌ای به نام جناب که در مکه به پادویی و حمالی مشغول بود، هنگام مرگ در کوفه 40,000 درهم پول نقد در گنجینه خود داشت. سهمی که جنگجویان از غنایم به دست می آوردند با حقوقی که در هنگام صلح از بیت المال دریافت می کردند بدانها فرصت توانگری می داد. سوارانی که در لشکرکشی شمال آفریقا زیر پرچم عبدالله ابن سعد ابن ابی المسرح به جنگ می پرداختند هر یک 3,000 مثقال زر ناب دریافت می کردند و پیاده ها هر یک 1,000 مثقال. صدها مثل و شاهد از این گونه در کتب معتبر صدر اسلام ثبت شده است که از مجموع آنها میتوان دریافت که دست یافتن به غنیمت و تصاحب املاک زراعی مردم و اسارت جواری تا چه حد اعراب را به تکاپو انداخته و در راه وصول بدین هدفها از هیچ گونه رشادت و حتی قساوت و بیرحمی نیز دریغ نکرده اند. عرب در پشت سنگر شریعت اسلامی سیادت و ملک و تفوق می جست و از این رو اصل بزرگ ان اکرمکم عندالله اتقاکم را پشت سر انداخت. طبعا چنین روشی از عکس العمل خالی نخواهد ماند. ملل دیگر مخصوصا ایرانیان بدین استبداد گردن نمی نهادند. آنها به اصول مقدس و انسانی اسلام روی آورده بودند، نه به تفوق نژادی و حرص ثروت اندوزی اعراب. از این رو آنها را شعوبیه خواندند و حتی آنها را برابر زندقیه دانستند. به خاطر دارم چند سال قبل کتابی در مصر نوشته و منتشر شد تحت عنوان الزندقه و الشعوبیه که در قرن 20 یکی از استادان دانشگاه قاهره بر آن مقدمه نوشته بود. در این کتاب سعی شده است که گرایش ایرانیان را به قومیت و ملیت خود نوعی زندقه و انحراف از اصول اسلام بگویند، در حالی که هیچ سخن از انحراف اساسی خود اعراب از تعالیم حضرت محمد که می‌فرماید ان الله یأمرکم بالعدل والاحسان به میان نیامده بود. آنها کسانی را امیرالمؤمنین می‌خواندند که تا گردن در منجلاب فسق و فجور غرق شده بودند و در حوض شراب غسل می‌کردند و برخلاف روش انسانی و بزرگوار پیغمبر که ارزش انسانها را به درستی و تقوا متکی ساخته بود، می‌خواستند عرب را بر سایر ملل اسلامی و از میان عرب بنی امیه را بر سایر طوایف عرب تفوق دهند. کسانی را امیرالمؤمنین می‌خواندند که علی ابن ابی طالب یعنی ازهد و اتقا و اعلم صحابه رسول الله را بر منابر ناسزا می‌گفتند و حتی کار بدانجا کشیده شد که متوکل عباسی یعنی نواده عبدالله ابن عباس در مجلس خود دلقکی را به شکل علی ابن ابی طالب به رقص و مسخرگی در می آورد و قبر حسین ابن علی را شیار کرده و بر آن آب بست تا آثار یکی از باشهامترین اولاد پیغمبر را از بین ببرد. ایرانیان این فهم روشن و این ایمان ثابت و این حسن تشخیص را داشته‌اند که فاسقان و زنبارگان و منحرفان از تعالیم حضرت محمد را لایق عنوان امیرالمؤمنین ندانستند.